$1 تریلیون بسته پیشنهادی ایران با آمریکا. احتمالاً تو اخبار شنیدین که ایران در صورت رفع تحریم‌ها یا کاهششون یک بسته پیشنهادی $1 تریلیون برای سرمایه‌گذاری با آمریکا و شرکت‌های آمریکایی پیشنهاد داده. ولی واقعاً $1 تریلیون چقدر پول میشه؟ 20 میلیون واحد مسکن. نه مسکن معرا، خونه درست حسابی. البته چون تو ایران همه دوست دارن واسهشون خونه بسازن اینو میگن، وگرنه که دولت چه به این کارا. 1 میلیون مدرسه مجهز و پیشرفته، 10,000 کیلومتر مترو، 15 بار میتونن کل کشور رو فیبر نوری کنن. احتمالاً با این پول به راحتی میشه مشکلات آب و برق و گاز کشور رو به راحتی حلش کرد. حالا یه سوالی پیش میاد، چرا این پول تا حالا وارد کشور نشده؟ چرا مقاومت میشد در مقابل اینکه سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور بشه؟ ببینید، یک کشوری سیاست و ایدئولوژی خودش رو در خدمت اقتصاد میگیره، یک کشور دیگه میاد اقتصاد خودش رو در خدمت سیاست و ایدئولوژی خودش قرار میده. خب طبعا نتایج این دو تا معامله متفاوت میشه. اگه میخوای بیشتر در این موارد اطلاع داشته باشی، این صفحه رو دنبال کن. من جواد پاکدل هستم و تو این صفحه تلاش میکنیم که مفاهیم پیچیده رو با زبان ساده بیان کنیم. متشکرم.